همینجوری میگه که حجاب تو خوب کن، خدا از تو خوشش میاد. کم کم هم میخوایم خدا رو دشمن بکنیم. حجاب تو خوب کن که جهنم ندی. این خدا رو دشمن میکنه. آقا حجاب تو خوب کن، غارتت میکنن، جامعت ضعیف میشه. ما همین مقوله حجاب رو در متن درگیری باید ببینیم. الان حجاب اهمیتش به این دلیل شده، بله اهمیت داره، سلامت روان افراد، سلامت خانواده، سلامت اجتماع، این بحثایی است که در مورد حجاب هست. ولی الان حجاب اومده تو متن درگیری یه امت مستضعف در مقابل جهان استکبار. زن، زندگی، آزادی. در متن اون درگیری باید حجاب رو تعریف کرد. حضرت آقا یه بار فرمودن دیگه، فرمودن که اون وجه سیاسی حجاب رو شما نگاه کنید. اگر همین کم حجاب های ما بیان چیکار کنن، بدونن که دشمن چه سودی میبره از این بی حجابی، این کارو نمیکنن. خیلی از کسانی که کشف حجاب میکنن نمیدونن این رو، بدونن که پشت این کاری که اینا دارن میکنن کیا هستن قطعا نمیکنن. من میدونم، توجه ندارن که کی پشت این سیاست رفع حجاب و مبارزه با حجاب. جاسوسای دشمن، دستگاه‌های جاسوسی دشمن دنبال این قضیه هست. بدونن حتما نمیکنن. هیچ کدوم از این قریب به اتفاق بی‌حجاب‌های ما با اسرائیل موافق نیستن که تو غزه آدم کشی میکنه. اینا ربط بی‌حجابی به اون درگیری رو نمیدونن. اگه ما آموزش داده بودیم خب این قصه حل میشد.